سکس تراپی چیست و چگونه به شما کمک میکنه؟ آیا تا به حال اسم سکس تراپیست به گوشتون خورده؟ میدونید سکس تراپیست کیه و چه کاری انجام میده؟ اغلب افرادی که با پارتنر خودشون رابطه جنسی دارن به مشکلاتی دچار هستن که گاهی حتی از اون اطلاع هم ندارن یا اطلاع دارن ولی راه درمانش رو نمیدونن و بدتر از اون نمیدونن که برای درمان باید به چه کسی مراجعه کنن. سکس درمانی یا سکس تراپی نوعی روان درمانیه که به فرد برای حل مشکلات جنسی و رسیدن به رضایت بیشتر کمک میکنه. سکس تراپیست در طی جلسات گفتگو درمانی با بررسی عوامل پزشکی و روانی به شما کمک میکنه که به چالش‌های فیزیکی و عاطفی خودتون غلبه کنید و زندگی جنسی لذت بخشتری رو تجربه کنید. در واقع هر یک از اختلالات جنسی میتونه صمیمیت فیزیکی، عاطفی و رابطه جنسی سالم و طبیعی شما رو به خطر بندازه. لازم به ذکره که اختلالات جنسی بسیار شایع‌اند. طبق تحقیقات تقریباً 43% از زنان و 31% از مردان نوعی از این مشکلات رو در زندگی خودشون تجربه کردن. این روش درمانی به شما کمک میکنه که چالش‌های جنسی خودتون رو برطرف کنید و رضایت جنسیتون رو افزایش بدید. سکس تراپیست کیست و چگونه به شما کمک میکنه؟ سکس تراپیست میتونه یک روانپزشک، روانشناس یا مددکار اجتماعی باشه که در زمینه سلامت و مشکلات جنسی تخصص لازم رو داره. همچنین مشاور جنسی و زناشویی باید مجوزهای لازم رو در زمینه سکس درمانی داشته باشد. سکس تراپیست سعی داره در محیطی امن و بدور از هر گونه قضاوتی به شما در درمان اختلالات جنسی که ریشه روانی دارن کمک کنه. به عبارت دیگر اونها با گفتگو درمانی و بررسی موانع عاطفی و ذهنی در کنار شما برای حل مسائل جنسی هستند. جلسات سکس تراپی چگونه انجام میشه؟ در طی جلسات سکس درمانی شما در مورد تجربیات، نگرانی‌ها و احساسات خودتون صحبت خواهید کرد و سکس تراپیست با ارزیابی مسائل مختلف به شما در تحلیل چالش‌ها کمک میکنه. صحبت کردن در مورد مسائل جنسی ممکنه کمی ناخوشایند و سخت به نظر برسه، اما مطمئن باشید که درمانگر تمام تلاش خودش رو میکنه تا شما احساس راحتی کنید. با توجه به اینکه بخش مهمی از روان درمانی گفتگو محسوب میشه، شما باید به طور فعال در درمان شرکت کنید. بنابراین در سکس تراپی برای گرفتن نتیجه بهتر، اعتماد به درمانگر و داشتن همکاری مناسب ضروریه. برای مطرح کردن چه مشکلاتی میتونیم به سکس تراپیست مراجعه کنیم؟ موضوعات مربوط به تمایل و علایق جنسی، نرسیدن به ارگاسم و ارضای جنسی، ناهماهنگی در میل جنسی زوجین و اضطراب عملکردی، دخول دردناک، میل جنسی پایین، آموزش جنسی و مشاوره، دیر انزالی، سابقه تجاوز و آزار جنسی در گذشته، مشکلات ارگاسم، ترک خود ارضایی، میل جنسی بیش از اندازه و اعتماد به نفس پایین در رابطه جنسی از موضوعاتی هستند که در جلسه سکس تراپی میتونیم مطرح کنیم. چه زمانی به سکس تراپی نیاز دارید؟ اگر حس میکنید مشکلات جنسی بر کیفیت زندگیتون تاثیر گذاشته، احتمالاً به سکس درمانی نیاز دارید. به عبارت دیگه چنج برقراری رابطه عاطفی با شریک زندگیتون کمرنگ شده. مراجعه به یک سکس تراپیست میتونه براتون مؤثر و تاثیرگذار باشه. وظیفه سکس تراپیست کمک به افراد برای عبور از مشکلات و چالش‌های جنسی و عاطفی در یک رابطه است.